با بچه‌ای که فیلم دیده و شما مطلع شدی چگونه باید رفتار کرد؟ اولین کاری که می‌کنیم به عنوان مادر یا پدر باید اینه که در حالت کاملا خنثی باشیم، عکس‌العمل شدید اصلا نشون ندیم، شروع نکنیم به داد و بیداد کردن، تنبیه کردن، تهدید کردن، اینکه وای به حالت به پدرت میگم. تو حالت کاملا خنثی اولین کاری که میکنیم اینه که باید ببینیم که آیا خودش سرچ کرده به این فیلم رو دیده یا از طریق دوستش دیده. این موضوع خیلی مهمه. وقتی که متوجه شدیم که فرزند ما از چه طریقی این فیلم دیده، اون موقع است که باید تصمیم بگیریم و از راهکارهای مناسب استفاده کنیم. همونطوری که گفتم ما واکنش شدید، عکس‌العمل شدید نشون نمیدیم. وقتی که ما در حالت کاملا عادی و خنثی با این موضوع روبرو بشیم باعث میشه که فرزند ما به این موضوع پی ببره که ما آدم امنی هستیم و قابل اعتمادیم و میاد و تمام حرفهاش رو با ما در میون میگذاره. به هر حال الان این موضوع اتفاق افتاده، با این چالش روبرو شده و خودش به لحاظ ذهنی واقعا دچار درگیری شده. پس ما رو باید به عنوان یک آدم امن بدونه. اگر ما بخوایم واکنش تند و تلخی داشته باشیم قطعاً میره سراغ دوستش و یا اینکه سراغ یک فردی که بتونه این موضوع رو باش در میون بگذاره و اون وقته که باعث آسیب‌های شدیدتری به روان بچه‌مون میشه. خب حال فرزند من فیلم رو دیده و ذهنش هم به شدت درگیر این موضوعه. اولین راهکاری که باید ما در نظر بگیریم حذف عوامل تحریک کننده. اینکه اگه دوستش به اون نشون داده این فیلم رو، ما بیاییم بهش بگیم که آروم آروم باهاش صحبت کنیم که این دوست تو باید کم کم حذف بشه، ارتباطت رو باهاش کم کنیم. البته این باید خیلی محتاطانه باشه، یک باره نگیم که باید کات کنی. خیلی آروم آروم میتونیم با دوستش هم ارتباط بگیریم، اون رو هم باهاش در واقع صحبت کنیم که این فیلم ها مناسب سن شما نیست و باعث آسیب های روانی به ذهن شما میشه و اگر که دیدیم که تو اون سطح نیست که حرفای ما به قول معروف تو گوشش نمیره، ما خودمون به عنوان والد ارتباط فرزندمون رو با اون شخص کم و کمتر کنیم. اگر فرزندتون از طریق سرچ اون رو در واقع دیده، باید ما حتما سراغ تنظیمات گوشی خودش یا لپتاپش بریم و یه قسمتی وجود داره که مربوط به قفله و اون تنظیمات رو انجام بدیم که بدون فیلتر و خیلی راحت نتونه به اون دسترسی پیدا کنه. دومین کاری که میتونیم انجام بدیم با فرزندمون صحبت کنیم در رابطه با این فیلم های و مضراتش و اینکه باعث میشه که تو نتونی به کارهای روزمرت برسی صحبت کنیم، اون رو آگاه کنیم و بیاییم بیشتر به فرزندمون نزدیک بشیم و زمانی رو اختصاص بدیم با فرزندمون وقت بگذرونیم. کارهایی که مورد علاقش هست رو بنویسیم، لیست کنیم و سعی کنیم وقت فرزندمون رو پر کنیم. وقت آزاد خیلی زیادی نداشته باشه. فرزندانی که رها هستن و تنهایی زیادی رو زمانهای زیادی تنها هستن معمولاً گرایش بیشتری نشون میدن، کنجکاو میشن برن سراغ دیدن این فیلم ها. پس بیاییم انرژی روانی فرزندمون رو با توجه به علاقه‌مندی هاش معطوف کنیم به موضوعاتی که کمتر بره سراغ این مسئله و آروم آروم و البته انتظار نداشته باشیم یک بار این از ذهنش پاک بشه. آروم آروم اون صحنه ها از ذهنش پاک بشه. از فرزندمون بخوایم وقتی که اون صحنه های فیلم میاد توی ذهنت و تو رو درگیر میکنه و نمیتونی کارهات رو مطالعات رو انجام بدی یا اینکه به کارهای دیگر بپردازی، بیا با یک اشاره به من بگو. حتما نیازی نیست که بگی که مامان دوباره داره اذیتم میکنه و دارم بهش فکر میکنم. با یه حالت اشاره، با یک
نشونه‌ای به من بگو و من اون موقع است که میام پیش تو و با هم حالا یه کاری انجام میدیم، میریم پیاده روی میکنیم، میتونیم با هم دیگه بیشتر وقت بگذرونیم تا اینکه آروم آروم فرزندمون اون رو فراموش کنه. پس ما از نظر روانشناسی با 2 تکنیک میتونیم این صحنه ها رو آروم آروم از ذهن فرزندمون حذفشون کنیم و کمرنگشون کنیم. یکی با تکنیک حواس پرتی بود و یکی هم با فعالیت های جایگزین که البته مورد علاقه فرزندمون هم هست. شما دوست عزیزم چه نظری در این رابطه دارین؟ با توجه به این عصر ارتباطات، این دنیای باز ارتباطات، شما فرزندتون رو چگونه کنترل میکنید که سراغ اینجور فیلم ها نره و اینجور صحنه ها رو نبینه؟ اگه دوست داشتید کامنت کنید که همه با هم یاد بگیریم. ممنونم از همراهیتون. بابت دیدن این ویدیو شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.